وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 6 آگوست سال 2024 در یک اطلاعیه رسمی خبر داد که شروع از 10 آگوست سال 2024 یادداشت تفاهم بین حکومت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران درباره لغو روادید برای دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی مورد عمل قرار می‌گیرد. اما معلوم می‌شود که ویزا بین دو کشور پورا برداشته نشده است، بلکه تنها برای مسافرانی که مستقیما از دوشنبه به تهران و از پایتخت ایران به پایتخت تاجیکستان پرواز کنند. بنا به اطلاعیه وزارت خارجه تاجیکستان، در اساس یادداشت تفاهم مذکور، دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی هر دو جانب حقوق دارند در دوام 90 روز از لحظه ورود اولینشان به مدت 30 روز بدون روادید به حدود طرف‌ها سفر نمایند. اما وزارت خارجه تاکید کرده است که در مرحله اول نظام بی روادید تنها برای نفران راه‌اندازی می‌گردد که از مسیر هوایی دوشنبه تهران و تهران دوشنبه استفاده می‌برند، یعنی آنهایی که از طریق کشورهای سیام یا توسط مرزهای زمینی یا برای مشهد به ایران می‌روند هنوز نمی‌توانند از این امکان سفرهای بدون ویزا بهره بردارند و همچنان به گرفتن ویزا ضرورت خواهند داشت. این در حالی است که راه از همه معلوم برای سفر شهروندان تاجیکستان به ایران محض پروازها بین دوشنبه و مشهد بود. متاسفانه کسی شرح نداده است که راه اندازی سفرهای بدون روادید از طریق پرواز دوشنبه مشهد چه مشکل داشت که آن را به قفا انداختند و آیا کی نظام بدون روادید بین تاجیکستان و ایران به شکل کاملش مورد عمل قرار میگیرد، نه به این شکل نیمکوله و تو مسخره که تنها برای مسافران پروازهای دوشنبه تهران و تهران دوشنبه. شرکت سامونیر ماه فوریه سال 2023 اعلام کرده بود که به انجام پروازهای بین دوشنبه و تهران شروع میکند. قرار بود که این پروازها هفته یک مرتبه روزهای جمعه صورت بگیرند. درباره اینکه آیا این پروازها تا حال به صورت منتظم ادامه دارند و آیا یگان شرکت ایرانی نیز بین پایتخت‌های دو کشور پرواز انجام میدهند یا نه، معلومات نشر نشده است. تفاوق در مورد بیکار کردن ویزا بین تاجیکستان و ایران در پایان سال 2023 در جریان بازدید رئیس جمهور وقت ایران ابراهیم رئیسی از دوشنبه اعلان شد. رئیسی عملی شدن این تفاوق را ندید. او 19 ماه سال 2024 بر اثر سقوط چرخبالش در یک منطقه کوهستانی در نزدیکی مرز ایران و آذربایجان به هلاکت رسید.